همین نسبتا خیلی خیلی خوش اومدیم این ویدیو خفن دیگه از خودتون. امیدوارم حالتون عالی 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 باشه. آقا خیلی خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. آقا امروز اومدیم بهترین سنسیتیویتی رو برای پی سی بذاریم. بهترین سنسیتیویتی که همه میتونن باش بزنن، یعنی چیز خاصی نیست که کسی نتونه بزنه. اول برم یه دست اون توضیح بدم بعد تو این مپ ترنینگ نگاه کنید. این سنسیتیویتی که میگم سنسیتیویتی فقط پیسه که پیس پلیر راحت میتونن بزنن باش، یعنی راحت و ایزی میتونن. اونایی که تازه اومدن رو پیسی میخوان بیان رو پیسی، اصلا پیسی دارن، آره میتونن راحت بیان سنسو بزنن. خوب دیگه رو پیسی بازیشون کنن. مثلا بعضیا میان مثلا سنس پیسی یکیشو میذاره 100، یکیشو میذاره 200، یکیشو میذاره 50. سنس پیسی که اوکی باشه بخوای باش پلی بری، سنسی که الان بهتون میگم که هم رایگانه، این سنس که رایگانه چیز کنم، هم رایگانه هم خیلی خوب میخوره واسه پیسی. آره الان واسه من دیگه لف بدم بریم مثلا این دست فقط اسنایپ اینو بدبخت. خب اس خب آقا بهترین سنسیتیویتی پیسی. آقا اول باید موستون دی پی آش اوکی باشه، یعنی دی پی آی موستون، نمیدونم بفهمین چی میگم یا نه، دی پی آی موستون اوکی باشه. از موس معتبر استفاده کنید، یه برند خودشو داشته باشه. حتما نمیخواد اینجوری باشه، ولی اینجوری باشه بهتر میتونید بازی کنید، اوکی تره. باید اوکی بشه. آره کیبورد زیاد مهم نیست، موستون باید دی پی آش اوکی باشه. ببینیم چی میگم واسه یه لحظه. الان شما میایید اینجا میزنید روی، الان این موس منو میبینید اینجا. الان دی پی آی موس من اینه، دی پی آی موس من اینه، این دی پی آی موس من. خب الان دی پی آی هست که ببخشید دی پی آی هست که خودم زدم. خب دی پی آی موس منه. خب شما باید دی پی آی موس هر کی دیگه موسش یه برندی داره، یه چیزی، حتما شما باید موستون اوکی باشه دی پی آش. یعنی دیدی بعضی مثلا میخوان جو میرن یه بار دارن یه بار اینجوری میشه، اینو حتما به خاطر دی پی آی هست، حتما باید درست بچینید و دی پی آیتون اوکی باشه. این اولین قدم. خب دومین قدم اینه که یه برنامه هست هر موس، بعضی از موس نمیدونم یه برنامه مخصوص به خودشو داره، بعضی از موسایی که برند معتبری دارن. شما میرید تو اینترنت برند موستون رو میزنید، برنامه‌شو نصب میکنید، دی پی آش هم میزنید. یا اگه برنامه این نداره یا نمیدونید چی کار کنید، یه چیزی بزنید، یه کاری کنید. بیاین اینجا از این بسیار لازم داداش اشتباه اینو پاک کنم لازم. خب بیاین اینجا از این شات بگیرید، از این که من زدم. آقا دی پی آی موس منو بزنید. خب اینجوری دیگه اگه بخواید اینجوری بین یه بار اینجوری نمیشه دیگه، اصلا این مشکل رو ندارید. ولی دی پی آی موس خودتون رو پیدا کنید بهتره. اینو برای کسایی گفتم که نمیتونم پیدا کنم. خب حالا آقا سنس و اینا چیه؟ وقتی که همه این کارا رو کرد، همه کارا رو اوکی کردین، آقا سنس لازم اولش راه هدشات زدتونه. الان بذاریم من سنس بدونشون سنس خودم. آقا اینو حتما بذارید صفر، ولی اگه نذارین صفر این چی میشه؟ چی میشه؟ اینجوری میشه. اصلا نمیتونید، لرزش خالی اصلا نمیتونید بزنید، معلومه. اینو میذارید صفر، اینو بذارید 40. نگاه کنید 30 تا 40. من الان گذاشتم 40 دیگه، تقریبا وسط 30 تا 45 جا. من دیگه گذاشتم 40 وسط تقریبا.
خب اینا رو همش رو بذارید صفر که اصلا به دردتون نمیخوره تو پیسی، اصلا به کارتون نمیاد. خب مثلا یکی اینجا میاد میزنه، یکیشو میزنه 200، یکیشو میزنه، کلا اصلا به کارتون نمیاد اصلا. اگه بخواید تو پیسی مثل موبایل سنس بزنید اصلا نمیتونید پلی برید. خب الان آقا چطوری هدشات بزنیم که یعنی چطوری بازیمون خوب شه بتونیم هدشات بزنیم؟ نگاه کنید این موس من میبینید یه خورده میکشم این، نگاه کنید یه خورده، حالا نمیدونم دستم گرم نیست نمیخوره، یه خورده اولش یه چیزی، یه چی بگم بهتون، یه اینجوری هست، یه اینجوری میزنم که میره بالا، همینجوری نمیره، یه چیزی داره میبینید، همینجوری نمیزنم بره بالا، یه چرخشی داره. آره بکنید یه چرخشی میخوره، بعد میخوره تو بدش یه ذره اینجوری. آقا موس میکشم این ورتر، یعنی اینجوری موس میکشم این ورتر، دیدید چی میگم؟ چون موس میکشم این ورتر میخوره تو بدش. اینه واسه کسایی گفتن که میخوان فقط با دیزرت و اینا بزنن. آقا حالا از دور زن مثل UMP و اینا نکنی، UMP من الان UMP خیلی خوبه، با UMP خیلی خوب میزنم. میبینید UMP من اصلا اون اول که اصلا اومدم تو گیم UMP خوب بوده. خب میبینید خب آقا این از UMP. آقا با شاتگان و مثال M10 و اینا، M10 و شاتگان راه مخصوص خودش رو داره، یعنی مثل دیزرت اینا نیست همینجوری بکشی بالا شاید بخوره، ولی اگه بخوای خودت روشش رو بدونی الان من بهتون میگم. این شاتگان وقتی شما میخواید بزنید یا اینجوری نزنید بالا. خب هر رو میخواین شاتگان بزنید نر بکشید بالا. خب نه نمیخواد خیلی بگیرید، نر بکشید بالا، مثلا هد خورد نخوردم نخورد، نر بکشید بالا. وایسه لازم بفرم نر آروم بکشید بالا، قشنگ سنسور اینا همش دیگه اوکی باشه، دی پی تون اینا تو هدش میخوره، همین راحتی، همین ایزی تو هدش میخوره، اصلا کاری هم نداره که یه چیزی باشه. میبینید همین اوکیه، همین سنس هست اینا، همین سنس اینطوری میخوره، فقط باید روش کار کنید. همین شما روی این سنس کار کنید، روش مسلط شید، تمومه. مثل من آقا دیگه مشکلی ندارم. الان بعضی هستن با رجدی تو اینا پلی میدن، رجدی چیز بدی نیستا، واسه پیسی فقط یه خورده موس سنگین میکنه، یعنی چیز بدی نیست. یه موقع فکر نکنید پنل یا چیزیه، نه همینه چیزی که من میخواستم بهتون بگم. آقا همینه، امیدوارم که به کارتون بیاد. حالا من این دستم برم ترینینگ تست بزنیم. داداشی 15 تو داداش همه میخوام من جر بدن. داداش دهنت آجی اصلا نمیدونم چی کار کنم، اینو بزنم اونو بزنم، کدومشو من بزنم. آجی با یه موز شدم. خب الان داداشا نگاه کنید، واسه من یکی رو پیدا کنم در قیصر بیا لحظه. داداش دهن سرویس چرا نمیخوری این؟ حالا وایسا کسی با شاید آقا به نگاه کنید دلغی ساده رو نمون. داداش چرا آجی اصلا هدم حساب نشد، یعنی باید میمون یه رنده کنه. خب داداش دهنت سرویس چرا از بک میزنی دیگه. خب بکنی الان دادشمون فقط یه شادگان باید حلالش. داداش 2 نفر اصلا نمیشه ترینینگ بزنیم، واسه من برم چیز همین لوندور دیگه. این چیزایی که گفتم و رعایت کنید اوکیه دیگه، نه مشکلی واسهتون پیش میاد.
همین چیزا رو رعایت کنید اوکی. میایم که موسشون حالا خیلی چیزی برنامه‌ای نداره و اینا، بیاین همین دیپی خودمو بردارید بزنید، دیپی موس خودمو بردارید بزنید اوکی میشه. اگه نمیدونید یعنی حوصلتون نمیشه این کارو کنید. برای بعضی از همینجوری دارن میرن یه بار اینجوری میشه اینجوری میشه واسه دی پی آیتونه، اینو حتما اوکی کنید حله. حالا من کلیدامو بهتون نشون میدم چطوری صفحه‌مو چیدم، شما اگه دوست داشتید بزنید. خب جمعش جام بطن. خب اوه همین سنسور یه بار نگید ویدیو رو کات ساییم، همین هیچ کاری نداره. آره هیچ کاری نداره بخوایم رو همین مسلط شیم، کاری نداره واسه تون. داشتی داداش دلغک نگاه بخوای بزن نزنی اینجوری میشه. اشراف درازم داداشمون. خب این چه گویی. خب من میخوام دراگون بگیرم. باجی من این دراگون طبیعت رو بد جوری ازدم، اصلا یه قولیه واسه خودش. خب دادش بیه که دادش گریشم. خب این دراگون میگم دراگون حواسم نیست. خب داداش اصلا نمیاد یه عدش بزنم. بگو چقدر دلغکه. بیاد کاری ندارم داداش. دلغک ساده. الان اینم خیلی بد خورد. من خود این همش فکر باشه آره. خب وایسا آقا من اینو میخوام اصلا بدون بس. یکی هم دیگه آقا دیگه همین واسه من برم بیرون حتما نشون میدونم چجوری صفحه‌مو چیدم که واسه اونایی که بلد نیستن بچینن یا چیز خاصی ندارم تو ذهنشون بخوام بچینم بهشون نشون بدم اگه دوست داشتم رو صفحه من بچینم مثل من بچینم. اگه از این ویدیو حمایت شه من حتما پارت دوشم واسه سنسیویتی اینا میسازم. سعی میکنم این چیز خفن ترم واسه پیدا کنم. حتما چیزای بیشتری هم یاد میگم که دیگه بیام بهتون بگم دیگه چی کار کنید. داداش پینگم ضعیفی، یعنی همینجا قشنگ با این شاتگان باید بازی میکردم. آره دیگه اگه از این ویدیو حمایت شه حداقل 200 ویو بخوره، 200 ویو بخوره من پارت دومشم حتما براتون میسازم. مشتی من از این کارا نگاه دلغک ساده رو تو داشت من میکشم تو رو. آجی من چه خوله منم اینم زدم رو استوایز. بیا داشت یه هده مشتی بای داشت دلغک نزنی ها آجی من خودم میگم آروم بکشید بالا، خودم دارم میشم میره کجا آجی. بایسته داشت من یه جوری شخصم با تو من و تو این اسنایپ خالی باشیم جوان داداش بیا بیرون دو دست بباختی. یه ویدیو هم حتما برای موبایل پلیرها میذارم که چطوری با اسنایپ تیز بزنم. این تند میدونی منظورم چیه؟ خیلی درخواست کرده بودن تیز بزنم خود اسنایپ خود موبایلونم. حتما ویدیو اینم براتون میگیرم. آره
حتما ویدیو اونم براتون میگیرم که با موبایل هم بتونید عین پی سی بزنید، اسنایپر البته. امروز اومدم دیدم همین بعد از ظهر دیدم حاجی شدین 85 حساب تو یوتیوب. خیلی ممنونم، چیز دیگه هم نمیخوایم تا 100 ساب داداش دلقش، چیز دیگه هم نمیخوایم تا 100 ساب یه قولی بدید که دیگه بشین 100 ساب و دیدمتونم بگم. واسه من یه لحظه این چرخش صفم بهتون نشون بدم. میگم چرخش صف کیلدام، اینم از کیلدای من. این واسه دیگه نشستن. راستی وایس ببخشید وایس لحظه من بیام اینجا بهتون نشون بدم. میبینید که اینا برای نشستن و اینا همینه دیگه. اینم اگه دوست داشتید بذارید. اینا رو اگه بالا بذارید. راستی این نکته خیلی اساسی رو بهتون نگفتم که یادم اومد اینم بهتون بگم. اگه اینجا بخواید تند بازی کنید، دوست دارید تند بازی کنید، اینو بذارید رو 4 مثلا 50، اینم بذارید رو 3 و مثلا 50. خب این دوست دارید تند بازی کنید. میبینید چه تند شد؟ الان چه صفی تندی من گرفتم. اگه دوست دارید تند بازی کنید اینو بذارید بالا. اونایی که تند پلیرن و دوست دارن تند پلی بدن بذارن بالا. اینو بذارم بالا. اگه دوست دارن تند پلی بدن اینا، میبینید که من خودم تو تند پلی دادن هیچ که بهم نمیرسه. نمیگم چیزی نیست، میگم تند پلی دادن بیشتر اوکی ترم. میبینید ولی خودم بیشتر این تند پلیریم خوبه ولی خودم دوست دارم تند پلی بدم. استاداش داشته خوبه اولش میخوردش میشد. این از تند پلی دادن. خب اونی که دوست دارن کند پلی بدن اینو بذارن حالا پایین بذارن. من همیشه میذارم 2 مثلا 59 مثلا رو 1 و مثلا 59 واسه خودم بیشتر کند پلی میدم. میبینید نه بیشتر خودم دوست دارم پلی بدم. بعضی اصلا گفتم حالا چطوری یادشون بدم بهتون بگم چطوری صفحتون رو تند کنید و اینا. ولی نمیدونم، فکر کنم کلا خراب شد اصلا دیگه نمیخوره. حالا چه این بیزنیم. اینم میخواستم بهتون بگم واسه تند پلی دادن و کند پلی دادن. امیدوارم خیلی خیلی خوب فهمیده باشید. امیدوارم واسهتون کار کنه که حتما میکنه. خوب مسلط شین روش، حتما براتون کار میکنه. همین چیزایی که گفتم مو به مو انجام بدید، حتما بعد از 1 ماه اوکی دیگه پلی میدید. خیلی خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید. اگه عشق منید لایک و ساب اصلا فراموش نشه. خیلی دیگه نمیخوام تا 100 ساب. خیلی خیلی ممنونم که دارید حمایت میکنید. دیگه چی حرفی نمیمونه. فعلا تا ویدیوی بعد.